این نکته خیلی متوجه باشید که من شنیدم که در اواخر در قم مقدسه یک رساله عملیه به نام من چاپ شده. توضیح المسائل الله یاری، آیت الله الله یاری به صورت چاپی چاپ کردن و در بعضی کتاب فروشی ها میفروشند. بدانید که این توطئه است. میگویند به صورت مخفی در بعضی جاها که کتاب‌های ممنوعه را میفروشند، این کتاب مرا هم اونجا آوردند و میفروشند. بینندگان محترم، من که توضیح المسائل ننوشتم و اگر روزی من ادعای مرجعیت کردم، من اینجا خودم به شما میگویم که من من ادعای مرجعیت کردم، از شما از من تقلید بکنید. و این که من که چاپ کنم به صورت مخفیانه به فروش برسانم، این یک کیدی هست از دشمنان من. حالا من نمیدانم در این کار دست آقایان شیرازی هست یا دست دجالیه هست، من نمیدانم. خلاصه از بدخواهان من و مخالفین من میخواهند که این چنین به مردم وانمود بکنن که بله الله یاری ادعای مرجعیت هم کرده. گرچه من خودم را، یعنی اگر من بخوام استنباط احکام شرعیه بکنم و در فقه کار بکنم، من خودم را خیلی اهل این کار میدانم و من قدرت استنباط خود را از بقیه آقایون بهتر میدانم، نه اینکه کمتر بدانم. اما من این مسئولیت خود فعلا تشخیص نمیدهم و برایش وقت هم ندارم. لذا وبسایتی درست شد همون زمانی که ما اظهار مخالفت کردیم با شیرازی ها، فوراً یک وبسایت درست شد، وبسایت مرجعیت این حقیر، و کلیپ های پخش شد که من گفتم که مرجع از من تقلید بکنید این امور. بینندگان محترم من، اون وبسایت هم قلابی بود و کلیپ ها هم خلاف مقصود من بود. من اون چیزی که اونها میگفتن من نگفتم. من نه ادعای مرجعیت کردم، من نه دفتر استفتاءات دارم، من نه دفتر شهریه دارم، نه اسم نویسی برای شهریه دارم و نه اون وبسایت مال منه. و من این احتمالی که شیرازی ها این کار را کرده باشند، این احتمال بعید نیست، گرچه این احتمال موجوده که دجالی این کار را کرده باشند. علی کل حال شما خوب بدانید من بارها این کار کرده ام و بارها گفتم، یک بار دیگر میگویم که من ولی رساله توضیح المسائلی ندارم. اظهار نظر من فقط از راه این شبکه هست، از راه این شبکه هست. حتی از طریق ایمیل دوستانی که سوال میپرسند من جواب نمیدم، میگویم من وقت برای جواب دادن ندارم، از شبکه زنگ بزنید اونجا بپرسید. خب بینندگان محترم، این نکته مهمه، شما هم به رفقا اطلاع رسانی بکنید. بعضی از رفقا زنگ میزنن میگن ما از ایشان تقلید میکنیم، ایشان مرجع ما هست. اینها نه اینکه واقعا رساله عملیه من دست ایناست، اینا عمل میکنن، به این معنا نه. میگن یعنی تعریف میکنن که ایشان را ما دوست داریم و ایشان حرف بگوین ما قبول میکنیم. نظرشان اینه ظاهر قضیه. و الا اگر نظر اونها این باشه که من رساله دارم، اگر کسی اونها را گول زده که من رساله دادم و اونها مقلد من شدن، این حرف را من انکار میکنم به صراحت و قاطعیت و به کل وضوح که من رساله‌ای ندادم و من توضیح المسائلی ندارم. بینندگان محترم، نه اینکه من قدرت علمیش را ندارم، ابدا ابدا. بله و من به این معنا نه، به این معنا که من این کار را نکردم. هر وقتی این کار را انجام دادم برای شما خواهم گفت که من رساله دادم، شما می توانید از من تقلید بکنید و من از این کار خیلی خوف دارم که من بیام اینجا رساله بدهم و مردم را به تقلید خود بخوانم. و این کار نهایت کار پرمسئولیت و کار بسیار سختیه و من این مسئولیت را اگر نپذیرم برای زندگی من خیلی راحت تره. خب به اصل موضوع